سلام خدمت شما. به یکی از ویدیوهای آموزشی دیگر من خوش آمدید. در این ویدیو راجع به طریقه نوشتن بریو یا نامه توضیح خواهم داد. برای نوشتن یک نامه در قدم اول آدرس خود و همچنان تاریخی که همین نامه نوشته شده در قسمت بالای صفحه سمت راست بنویسید. مثلا جایی که من نوشته کردم آدرس و داتوم دو قسمت. در قدم دوم آدرس گرینده نامه را در قسمت پایین صفحه سمت چپ بنویسید. جایی که ما نوشتم موتاگرنس آدرس دو قسمت. بعد سلام که می نویسید باید مطابق به نوع نامه شما باشه که همین نامه شما رسمیه یا غیر رسمی. نامه رسمی مثلا نامه‌ای که به کدام اداره دولتی میفرستیم و یا نامه‌ای که به معلم و یک شخص رسمی روان میکنیم. نامه غیر رسمی هم نامه مثلا به کدام دوست شما، به اعضای فامیل و یا هم کدام آشنای نزدیک می باشد. پس در صورت نامه رسمی بنویسید هی و اسم دریافت کننده. اگر کدام اسمی نبود تنها بنویسید هی. وقتی نامه غیر رسمی بود دو صورت میتونید بنویسید شهر بعد اسم گرینده یا هم میتونید ساده بنویسید هی. بعد در مقدمه و آغاز نامه هدف غرض نوشتن نامه به طور خلاصه بنویسید. مثلا مثالی که ما آوردم. بعد از مقدمه پیام یا موضوع نامه را به صورت شفاف و واضح نوشته کنید. یعنی در مقدمه فقط یادآوری کنید که موضوع چیه. بعد از او در قسمت اصلی توضیح بیشتر در مورد بدید. در آخر نامه بنویسید med vänliga hälsningar و نام خود شما. مثلا med vänliga hälsningar سارا. بله این بود طریقه نوشتن نامه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.